علم بهتر. همین مشکل از همینجا شروع شد که ما از کودکی درس اولمون با درس اول ژاپنی ها، فرانسوی ها و غیره و ذالک متفاوت. در ژاپن، خارجی ها میگن ژاپن، یه لحظه خواستم با کلاس باشم، بذارید باشم دیگه. حالا در ژاپن اولین درسی که به بچه هاشون یاد میدن اینه که بنویسید من میتوانم. در فرانسه من باید بدانم. اون وقت ایران بابا آب داد، بابا نان داد. اینه که ما تا آخر عمر چشم به دست پدر میمونیم. تو مدرک تحصیلی داستان زمین تا آسمون تفاوتشه. الان جوری شده تو این دور زمونه طرف بی سواده میگن خاک تو سرش، بی سواده، هیچ بخی نشد. فوق لیسانس میگیری بیکاری میگن خاک تو سرش، فوق لیسانس هم هست هیچ بخی نشد. واقعا چیکار کنم؟ مدرکم بگیری تو، مدرکم بگیری تو، هیچ تحصیلی نداری.